الان تعطیل آقا جون. سلام خوب هستی؟ به میزه رعیت چه خونه تو ریخته پاشه ایتیارا خوش آمدید. این قسمت دوچرخه هستش. کیسه آشغاله مثل من این توضیح که بدم براتون. دستگاه وارلس هستش. یکم اینجا شلوغ هستش و این قسمت قبل هستش. این گروه دیگر هستش. گروه دیگر هستش. حالا این یه موضوعی که هست اینجا قابل توجهی نه فومایی هستش. فقط نمیم اینجوری تلویزیون چیکار میکنه آبگوش بعد این نمیم اینجی از گوهریا هستش. نمیم اینجوری یه حالت سیدی های کینگت مثل که پیدا شد اینجا شو یکی لیتل بیت تریکی بیده بعد نگاه چه خونه حالا میزه الان این تو حالا قسمت مهم برنامه اینجا محلی هستش که مثل که بومبی زدن آیه فضلتی اینجا میخوابن اینجا یه رستورانی میزنن نگاه یکم اتاق من ریخته پاشیم شبای من پاشه بعدم یه چشمن دیگه این هم در میان چه شکونی ولی اتاق اون هست که الان درش فعلا بستن حالا فردا وا میشه ایشالله نمیشه فعلا مثل که اون خیلی بعدش خرابه دیگه حالا واحده این میزه یه نگاه انداز خیلی قشنگه میزه نگاه وصل خریدیم یخچالم دیگه جا نداره متاسفانه اینجا یکم میشه این پش هست اینجا نکن این پش هست پشه میرم هست نکن هفتش هست هست من دوست داریم دستکشای آموزون بعد یه تفضل رو کنی چی دیوان نداره یه هفته به جوی دیوان چیز بخوری نه بودی آقا زنشه چی که نباید گفت بعد قابلمه آب هستش بعد زیر یخچال من نهیدی شما نورا نمیدونم از که این هستش یه دو سه روزی هستش دفعه آخر که استفاده کردیم بعد لیتل بیت تریکی بیده واقعا الان تحصیل میخوره اون بالا کار عنکبوت هستش میبینیم دیگه تابلو نگاه رجا هستش من این دوره رجا من اینطوری میچرخه این آینه هستش تو آینه میتونیم ببینیم بعد راستی یه خیلی جالب این کمد هستش این تلویزیونه قبل کمد شد ایشالله تا یک سال آینده نقششه باید یکی بیاد یه حالت چی داره این تو هم نمیریم ورود ممنوع زده رو درش خیلی خوشحال میشه فیلم خدایی جمع‌تر دیگه خدایی میشه جمع‌تر یه ذره ریخته پاش هست حالا اینجا کمد اینا یکم هست پولا رو میتونی شما نگاه کنی که هیچی مثلا پشتی و مثلا دستش میکنه منظور پشتی بالشه اینجا اینجا رو میز نگاه یه ذره به هم ریخته است دیگه حالا نگاه اینم منم بیشتر از اینجا چراغ نداره دیگه لیتل بیتینا خب دیگه بعد اینم که هیچ بریم اینم شهربار بود چیز مهمی شیلنگ رو نگاه شیلنگ گویا مردم نیست آخه خرد منه خونه ما بود نمایی زیبا از خونه رجا و زوئل بعد از زلزله فهمیدی زلزله اومده؟ نه این اومده یه زلزله اومده که دیده قشنگ که همه لرزیده ماچ مصابه مهم نیست چقدر جالب نه خونه ما اینجا خیلی قهوه شده اینم دیگه خیلی میچرخه دیدیم